سلام. سایبریون یا فاکتوریون از بازوهای جنگ روانی نظام آخوندی هستند. کار این جماعت یکی از کثیف‌ترین شیوه‌های تبلیغاتی رژیمه که معمولاً علیه مخالفین نظام استفاده میشه. در یک کلام کار این جماعت آلوده کردن فضای مجازی، گمراه کردن مخاطبان و مالکشی جنایت‌های رژیم و خراب کردن وجهه اپوزیسیون این نظامه. به همین منظور گله‌های سایبری رو به طور خاص به توییتر فرستادن تا اونجا به شیوه‌های مختلف فضا رو خراب کنند. بعدش دیگه اومدیم با دوستان نشستیم که ما چیکار کنیم، این فضا رو ولش بکنیم که نمیشه، اینا پرروتر بشن، بیام یه حرکتی بکنیم که بتونیم فضا رو از درون مدیریت بکنیم. که دیگه اومدیم نرم افزارهایی ساختیم که 256 تا اکانت، این اکانت های ما میساختیم، اینا می‌ساختیم به این شکل. اسم نرم افزار، یعنی متوجه نشدم، یعنی در کنار توییتر یه سری نرم افزارا ساختیم؟ آره، یه نرم افزاری ساختیم که از API توییتر استفاده می‌کنه و توی توییتر پست می‌ذاره. مثلا چی، حالا دیگه گذشته میگم دیگه. مثلا فرض بکنید یه متنی ما می اومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن، فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره عین شبیه به اون اکانت میشد، عکس همون بود، اسم همون بود، بعد یه آیه، یه چیز فیکی، حالا شاید اینم حاشیه بشه. خب درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد. بعد یه اکانت یکی از اسم یکی از اکانت‌ها توییت میشد، بقیه اکانتایی که مثلا رفیقای اونم بودن اینو توییت میکردن. بعد کار به جایی میرسید که اون خود طرف اصلا میومد، یعنی دوستای واقعیش هم میومدن اکانت فیکشو بازنشر میکردن. چه با خنده هم میگه اگه میخواستن مجسمه وقاحت رو درست کنن باید این شکلی میشد. میگه ما برای تهاجم به مخالفین نظام اکانت فیک درست میکردیم، یعنی همینقدر تو خالی، همینقدر چیپ. آخه اکانت فیک توی توییتر دووم نمیاره، بلافاصله صاحبش بفهمه گزارش میکنه، توییتر هم میبنده. ولی این آبروریزی ها که براش مهم نیست، مهم اینه که یک دروغی رو ولو چند ساعت توی اذهان بچرخونه. یه نمونهش تو آبان 98 بود که رژیم اومد یک اکانت ساخت به اسم الکسیس کولر که رئیس دفتر ماکرون تو کاخ الیزه بود. برای اینکه اکانت هم طبیعی جلوه کنه، از یک اکانت قدیمی که از 5 سال پیشش وارد توییتر شده بود استفاده کرده بودن. بعد از قول اون توییت زد که مجاهدین به زودی از فرانسه اخراج میشن. کمتر از یک روز بعد اما کاخ الیزه جواب داد که نه تنها این خبر کذب مطلقه، بلکه اصلا این آقای کولر اکانتی توی توییتر نداره و توییتر هم این حساب جعلی رو بست. یه بار دیگه عین همین ماجرا رو در روزهای پایانی دولت ترامپ پیاده کردن. یعنی اومدن با درست کردن یک حساب جعلی از خانم سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا، مثلا از هموطنان دعوت کردن که در تظاهرات یکی از احزاب آمریکا شرکت کنند. هموطن عزیز، انزوای امروز رژیم جنایتکار آخوندی و انهدام اقتصاد و همه اعتبارش حاصل تصمیمات شجاعانه پرزیدنت ترامپ است. از شما دعوت می شود تا در تجمع هواداران ترامپ در مقابل کاخ سفید شرکت نمایید. بعد قرار دوستداران ایران ورودی شمالی ساختمان کپیتول. وقتی تو فرق کپیتول که مقر کنگره و سناست با کاخ سفید رو نمیدونی، برو یکی رو پیدا کن که حداقل فرق این دو ساختمون رو بدونه، بعد سند جعل کن. بعد اونقدر شتاب زده عمل کردن که امضا زدن نماینده شورای عالی مقاومت در آمریکا. تو فقط به من بگو شورای عالی مقاومت رو از کجا آوردی؟ اسمش هست شورای ملی مقاومت ایران. یعنی جعل کردنشون هم مثل مستعانشونه. رد پای این تفکر مستعان نشان و پاسدار سلامی بیمغز رو میشه همه جا پیدا کرد، حتی تو نحوه کار کردن این سایبری ها. طبیعیه که این اکانت هم بیش از چند ساعت دووم نیاورد و توییتر اون رو ساسپند کرد و حتی یک نفر رو هم فریب نداد که به خاطر این توییت پاشه بره جلوی کنگره. اما پدیده‌ای که در چند ماه گذشته بیشتر اسمش مطرح شده، پدیده فاکتوریون هست، بر وزن فاطمیون و عماریون، که اشاره است به گردان‌های سایبری نظام که به درخواست توییت میزنن، بعد توییت ها رو فاکتور میکنن و پولش رو میگیرن. این پدیده رو اولین بار در یک جنگ باندی نوچه ولایت یعنی رائفی پور بندش رو آب داد که ظاهرا بعضی این که میخواستن یه هشتگ برای سلیمانی جنایتکار ترند کنن، سر اینکه پول رو به کدوم باند بدن دعواشون شده بود که این اومد توی توییتر به اون یکی باند پرید و گفت
چند روز پیش در جلسه متوجه شدم هشتگ موفق هیرو را که همچون سال گذشته محصل زحمت همه بچه‌های انقلابی خصوصاً مصاف بوده را به نام خودشون فاکتور و رزومه کردند. به خاطر خیانت به بیت المال هم که شده باید این اوباش رسانه‌ای را سر جایشان نشاند. در این توییت که مال زمستون سال گذشته است خیلی واضح داره میگه ما توییت زدیم ولی یه سری دیگه فاکتورش کردن. بعد هم به این که از کیسه بیت المال بهشون پول میدن هم اعتراف کرد. پس یعنی اولا توییت ها برای قاسم سلیمانی به خاطر پول بوده، دوما این که پولش هم از کیسه بیت المال یعنی جیب مردم پرداخت کردن. توییت برای مالکشی جنایت های سلیمانی ولی پولش از جیب مردم. این صحنه‌ای که توی توییتر فارسی درست کردن. این موضوع که درس کرد دیگه انواع و اقسام نمونه‌هاش از جاهای مختلف بیرون زد. جدول تعرفه تولیدات محتوایی یک مجموعه دولتی به دستم رسیده. یه چیزی دیدم واقعا تعجب آوره. برای هر توییت از 15 تا 50,000 تومان پرداخت میکنن. 50,000 تومان که چیزی نیست. قبلا 5-6 میلیون تومان برای هر توییت بود. این که قیمت ها هم بالا پایین میشه احتمالاً به این دلیله که نرخش با میزان لایک و ریتوییت بالا پایین میشه. مثلا بهش میگه 3 تا توییت زدی 15,000 تا، هر 100 تا لایک هم 5,000 تا میاد روش، با یه ساندویچ بردار ببر از سرت هم زیاده. در جریان رو شدن فساد فولاد مبارکم که حتما یادتون هست رو شد که فقط برای لاپوشانی دزدی‌هاش 417 میلیون تومان خرج کرده تا توی توییتر به نفعش توییت و ریتوییت بزنن. یا مهره‌ای مثل عباس عبدی از بازجویان دهه 60 و از سرباندهای اصلاح طلبای امروزی اینطوری ساز و کار لشکر سایبری رو تشریح کرد. برخی افراد با گرفتن پول و پروژه دفاع از سیاست‌ها را به صورت پیمانکاری انجام می‌دهند. لشکر یا ارتش سایبری و مطبوعاتی از این جمله است. اینها به آنچه میگویند یا مینویسند لزوما اعتقادی ندارند و حتی قادر به تحلیل و توصیف و دفاع از آنچه پیمانکاری آن را قبول کرده‌اند نیستند. در نتیجه در مواردی سکوت می‌کنند تا دستور از بالا برسد یا با مسخره کردن و بحث‌های انحرافی سعی می‌کنند ماجرا را دور بزنند. از این مثالا زیاده که وقتی رژیم میخواد حول موضوعی جریان سازی کنه از این تاکتیک استفاده میکنه. مثلا نمونه اخیرش در جریان اعتراضات عراق بود که وقتی میخواستن این جریان رو تخطئه و لوث بکنن توی توییتر همین اوباش فاکتوری دست به کار شدن و همینطور که ملاحظه میکنید بدون ذره خلاقیت حتی فقط متن داده شده رو کپی پیست کردن. 1 2 تا 3 تا 4 تا همینطور زدن توییت بزن فاکتور کن. که مثلا در راستای سیاست نگاهی به شرق خامنه‌ای در این نمونه ظاهراً خط اومده که از کره شمالی دفاع کنن. بعد یهو تو می‌بینی یه سری راه افتادن دفاع از کره شمالی. حالا چرا؟ چون پول خوبی میدن. این موضوع تو رسانه‌های رژیم هم بازتاب پیدا کرد و مثلا تو این سایت از قول یک کاربر بسیجی که خودش در پروژه‌های هشتگ سازی نقش داشته نوشتن که تو رژیم 4 نوع کاربر هست. یکیش سازمانیه، یعنی کسانی که شغلشون اینه که کارمند یکی از همین ارگان‌های تبلیغاتی سایبری نظام هستند، مثلا سراج، بسیج، مصاف، جنگال، که اینها ماهانه پول میگیرن. یه دسته دیگه هم پروژه‌ای کار میکنن، چیزی شبیه به تبلیغ یا رپورتاژ که از 100,000 تومان تا چند صد میلیون تومان پول برای هر پروژه هم میگیرند. یه نمونه دیگه از این هشتگ‌های فاکتوری رو یکی از نزدیکان قالیباف به نام محمد صالح مفتاح رو کرد. وقتی شنیدم یه سری پیدا شدن و بعد از کشته شدن حججی هشتگ فاکتور کردن و بابتش پول گرفتن دیگه هیچ دعوای هشتگی برام عجیب نبود. اما یکی از پروژه‌های ثابت این اوباش فاکتوری که در ماه‌های گذشتم خیلی بهش دامن زدند، یعنی پول خوبی براش گرفتن، پروژه حمله به مجاهدین و همزمان دمیدن در بادکنک سلطنت مدفون. مثلا این نمونه رو شما ملاحظه کنید. زیر توییت خانم رجوی یک کاربری یه جمله‌ای نوشته: درود بر مریم رجوی، پرچمدار نبرد با دیکتاتوری ولایت فقیه. یهو تو می‌بینی زیرش 240 نفر اومدن ریپلای زدن. یعنی چیکار کردن؟ فقط فحاشی کردند و تقریبا همشون هم هشتگ جاوید شاه میزنن. این نمونه جالبیه. یکم روش وای میستیم ببینیم این واکنش از کجا در اومده. اکانت رو که نگاه میکنی در نگاه اول خیلی متفاوت به نظر میرسن. امید تایگوجالو، آدیجا لوکسانا، لاکی، سپنتا پهلوی یا تهمتن.
من اسمش انگار که طرف اومده کتاب ارباب حلقه رو باز کرده، اسما رو گفته یکی هر کی برداشته زده برای اکانتش. اما وقتی روی اکانتاشون ریز میشی، هم تو سالهای مختلف اومدن ها. یکی مثلا 2019 اومده توییتر، یکی 2018 2017. ولی خیلی جالبه که طرف از 2017 توی توییتر فقط 7 تا توییت داشته که خیلی اتفاقی هر 7 تا توییتش هم زیر توییت هاییه که در حمایت از خط و سیاست مجاهدین زده شده. توییتش هم فقط یه فحش با الفاظ رکیک علیه مجاهدین و بعد هم هشتگ جاوید شاه. حالا بریم سراغ یک کاربر دیگه. از سال 2010 توی توییتر، توی بیو یعنی معرفیش نوشته فقط فریاد جاوید شاه، ولی باز کل فعالیتش زیر همون چند تا توییت مشخص اومده فقط علیه مجاهدین فحش داده و هشتگ جاوید شاه زده. میریم یه کاربر دیگه تازه وارده از ژوئن 2022 اومده، ولی این هم باز تو همین چند تا پروژه مشخص نقش داشته، فقط فحش به مجاهدین و هشتگ جاوید شاه. بعدی ورودی 2019 ولی فقط 7 تا توییت، هر هفتم خیلی تصادفی زیر همون چند تا توییتی است که سفارش شده برن فحش بدن و هشتگ جاوید شاه بزنن. یکی دیگه با یک عکس و شکل دیگه ولی دقیقاً همون رفتار، یعنی زیر همون چند تا توییت مشخص همون فحشا همون هشتگ. وقتتون رو نگیرم، دونه دونه همین 200 رو که بری همین صحنه است. یعنی قشنگ معلومه که زیر توییت های مشخص بهشون پروژه میدن که برید فحش بدید و هشتگ بزنید. خروجیش هم تقریبا مشابهه. زیر هر کدوم هول و هوش 200 از این فاکتوریا از یک گردان سایبری کامنت دادن. آیا این صحنه میتونه کاملا اتفاقی رخ داده باشه؟ آیا اینها اکانت های جور و جور در گوش و کنار دنیا هستند که همه فقط سر چند تا توییت مشخص یک واکنش مشابه با هشتگ مشابه دارن و هیچ توییت دیگه هم نمی کنند؟ یا اینکه این اکانت ها همه مزدبگیر یک پروژه مشخص هستند؟ اوباش فاکتوری که میگیم یعنی اینا. از اینا باید برحذر باشید. چرا؟ چون علاوه بر آلوده کردن فضا، کار اطلاعاتی هم شاید بکنند. سایبری های فاکتوری خیلی زیرپوستی رخنه کردن و به طرز احمقانه‌ای دنبال اطلاعات شخصی شما هستند. پرسیدن بیدلیل از مسائل شخصی شما چه در تایملاین و چه دایرکت از نشانه های بارز این احمق هاست. پس همونطور که ملاحظه می‌کنید، اوباش فاکتوری ابزار رژیم برای جنگ روانی در عرصه مجازی هستند تا مردم حقایق و راه‌های نجات خودشون رو نبینند و مطلع نشن. یه زمانی روی رادیو پارازیت مینداختند، یه زمانی بشقابای ماهواره رو جمع می‌کردند، یه زمانی سایت‌ها رو فیلتر می‌کردند و حالا می‌بینیم توی همون توییتر فیلتر شده اینجوری وارد میشن و سمپاشی میکنند. اما حقیقت راه خودش رو از میان این فضای غبارآلود بالاخره باز میکنه و وقتی به صورت آگاهی در میان مردم بروز کرد، دیگه هیچ پارازیتی بهش کارگر نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار.